کشتی هایی که منتظر وزش باد موافق میمونن هیچ وقت حرکت نمی کنن. از همون روزهای اول سال این جمله توی سرم میچرخه، چون هر ژانویه یه تصویر آشنا تکرار میشه. آدمایی که منتظرن تا شروع کنن، منتظر این که زندگی خلوت‌تر بشه، اعتماد به نفسشون بیشتر بشه، ترس کمتر بشه، اوضاع اقتصادی هم تر بشه. اما واقعیت اینه، وزش باد موافق هیچ وقت نمیاد. همیشه یه چیزی هست، قبض‌ها، شک‌ها، مقایسه‌ها و یه دلیل به ظاهر منطقی برای عقب انداختن. ولی آدمایی که مسیرشون عوض میشه منتظر قطعیت نمیمونن. حرکت میکنن، شروع میکنن، تو مسیر یاد میگیرن و شجاعت رو با عمل میسازن، نه با فکر کردن بیشتر. من هم وقتی شروع کردم آماده نبودم. شروع کردم چون موندن از تلاش کردن ترسناکتر شده بود. پیام من برای امسال خیلی واضحه. منتظر اجازه نمون، منتظر اعتماد به نفس نمون، منتظر شرایط بی‌نقص نمون. باد همینی که الان داری، بادبانها رو بالا بکش، چون حرکت شفافیت میاره، اقدام باور میسازه و حرکت پیوسته همه چیز رو تغییر میده. اگه مدتی یه صدای آروم تو دلت میگه یه چیز بیشتری برای تو هست، شاید این همون نشونه است که وقت ترک اسکله است.